استعمالی با مراد جدی تخالف دارن، معلول تصوری و معلول تصدیقی اونجا یکیش یا دو تاست. این حرفا نیست. صحبت سر اینه که این کلمه میگیم در اینجا از این شخص این معنا را داره و از اون معنا را داره، یا اینکه در این مقام این معنا را داره و در اون مقام اون داره. معناش اینه که اون حیثیتی که لفظ جنبه ابهام داره محتوا پیدا میکنه. اگه قطع نظر از قائل و کسی که مخاطب است و قطع نظر از دواعی غیر از یک بکن مجرد که هیچ الفاظ بودیم که محتوای روشنی نداره، نه اینکه از بکن چیزی نمی‌فهمیم، بلکه محتوای روشن نداره، این غیر از این چیزی نیست. ولکن این بکن باید معنا بشه در اطار قائل و اون کسی که مخاطب است و این که مخاطب در رتبه سابقه بر این افعال آیا دواعی داشته یا نداشته یا ضد داعی به نسبت به این عمل داشته. در این وضع و محیط و این محاسبه است که طبعا امر منقسم میشه به جهت ارشادیت. مثلا کسی که میره به پیش طبیب، این داعی مسبق داره، میخواد تصحیح یعنی در رفع مرضش بشه، او الفاتمودین نمره گرفتن، الفاتمودین نشستن در اونجا، شما چطوری؟ بله مثلا فرامرز دارم. وقتی که میگه بکن معناش چیه؟ معناش اینه که باید، یعنی وسیله به اون مقصدی که تو داری عبارت از این است. این داعی مسبقه بهش میگن. این جهته یعنی من میگم طبعا الفاتمودین یعنی این معناش اینه که وسیله به غرض اینه. کما اینکه اگه کسی میخواد به این را که فرض کنید که تقویت بشه یا اینکه صحت وقایتی پیدا بکنه به نسبت صحتش، یا اینکه کمال جسمی پیدا بکنه، پیشی کسی که متخصص این موضوع است میره، او بکنی که میگه او همون بکنه. ولی اون یعنی اون غرض تو که در رتبه سابق تو غرضی داشتی که از من وسیله‌اش میخوای، وسیله‌اش اینه، این باید این تو انجام بدی، نه معناش اینم بایده، اونو باید، یعنی اون مقصدی که داری طریقش تهییج به وسیله این داعی مسبق بهش میگی. فرض کنید که انسان میره پیش فقیه، میگه ببین که مثلا صلات نافله را الفاتمودین چه جو بخونم؟ الفاتمودین که فرض کنید تو اون فتواش اینه که صلی مستقبل القبله، یا یعنی باید در اون چه جو بخونم معناش چیه؟ معناش اینه که این یک داعی مسبق داره، ولی اینکه لزومی نیست. صلات نافله اون الفاتمودین که داعی مسبق چون داره که میخواد ببین که اون نتیجه عایدش میشه، میگیم که باید مستقبل، این اسمش وجوب شرطی است، این باید هم درش ملحوظه. با اینکه چرا؟ واسه که یعنی این طریقه است، طریقه الفاتمودین وصول به اون داعی مسبقی که داری. یا فرض کنید ببین که در قضیه بیع که مفروض است بحث به جهت اجتماع وجود داعی مسبق در معاملات، انسان میخواد